هارون رشید در عرفات دستای خودش رو دراز کرده بود، سر برهنه، کفن پوش، با یه حالت زار در گرمای آفتاب دست به طرف الله دراز کرده بود. یکی آمد و نگاهی به او کرد و ببین پادشاه زمین رو چطور در مقابل پادشاه آسمان گدایی میکنه. همین هارون رشید مشهور جمله مشهوری داره که یه زمان تو قصر خودش ابرهای آسمان رو دید که ببارید، هر کجا میخواید ببارید، خراج شما و نفع شما تو بیت المال ما میاد. یعنی اینقدر حکومتش گسترده شده. ولی این صحنه زیبا بود که حاکم دنیا با این حالت زار و نزار در مقابل حاکم مطلق مالک الملک احکم الحاکمین اینطور گدایی میکرد. واقعا پادشاه های دنیا برای یه پلک به هم زدن، برای یه آب دهن قورت دادن، برای یه دم و بازدم، برای هر رگ و موی رگ